در این نوار ما به شما معماهای جالب را پیشنهاد می‌نماییم. وقتی که شرط‌های معما را شنیدید می‌توانید آن را در پاوزه مانده جواب درست را فکر کنید و بعد آن را از پاوزه گرفته جواب درست را شنوید. معما یکم: به رسم خوب نگاه کرده و بگویید که کدام ماشین حرکت کند که راه گشوده می شود. اگر ماشین رقم 7 کمی به قفا حرکت کند پس راه گشوده می شود. و این بود نه آنقدر معمای مشکل. لایک گذارید اگر جواب درست را یافته باشید و میگذاریم به دیگر معماها. این مرد با ماشین به طرف خانه اش روان بود. ناگاه در راه برف باریدن گرفت و راه ها بسته شدند و مجبور در یک از مهمانخانه ها ایستاد تا در آنجا شب را روز کند. و وقتی که به مهمانخانه آمد، مهمانخانه برای بسیار عجیب نمود و مجبور در آنجا شب ایستاد. و وقتی که سحر شد او به نزد ماشینش آمد و در حال به پلیس ها زنگ زد. برای چی؟ اگر شما با دقت تماشا کرده باشید میبینید که شب دراز برف باریده بود و همه جای ماشین پر از برف است، اما آینه پیش ماشین تازه است. از این برمیآید که در درون ماشین کسی بود و برای همین آن مرد به پلیس ها زنگ زد. به رسم خوب نگاه کنید و بگویید که کدام از این زنها شوهر دارد. تنها در انگشت یکی از زنها انگشترین می باشد. از این برمیآید که این زن شوهر دارد. با این رسم توجه کنید و بگویید که کدام از اینها نیت جنایت کردن را دارد. Спасибо за просмотр и дальше об Таджикиноге. Подписаться к Занжирока, Биджакана, Нарчилика, Бардоре. А я Тонаро Шероина.